از آخرین باری که آنلاین بودیم 8-9 ماهی میگذره. البته در بستر یوتیوب و آخرین ویدئویی که منتشر کردیم میخوایم بگیم که ما برگشتیم و همونطوری که از سال 2017 توی این مارکت فعال بودیم هنوز هم فعال هستیم و البته در این مدتی که نبودیم توی کانال تلگرامی مجموعه با همین آیدی به صورت مستمر فعال بودیم. رفقای قدیمی مجموعه اون عزیزانی که از کانال تلگرامی اینجا هستن مطلع هستن که کمتر من آنلاین میشم و کمتر فعالیت میکنم. معمولا تحلیل‌های بلند مدت توی کانال ارائه میدم و تا حصول نتیجه که بالاخره یا تارگت باشه یا استاپ صبر میکنم. در مورد کانال یوتیوبی هم میخوایم ادامه فعالیت رو دوباره استارت بزنیم. در این مدت یک کاری رو شروع کرده بودیم که هنوز هم به نتیجه نرسیده، یک بیزینس آنلاین دیگه که البته به نظر من داشتن چند بیزینس مختلف برای افراد هیچ خللی در روند کاری اونها ایجاد نمیکنه. بازارهای مالی خصوصا بازاری مثل کریپتوکارنسی میتونه فرصتی باشه برای سرمایه گذاری بلند مدت خوب، به شرطی که شما نوایی ورود و خروج خوبی رو مد نظر قرار بدید و در کنارش اگر شما یک بیزینس پولساز دیگه ای داشته باشید که بتونه براتون ماهیانه یک آیدی خوبی به دست بیاره، ایرادی هم نداره که یک بخشی از اون سرمایه رو وارد مارکت هایی مثل کریپتو بکنید. در ادامه میریم بررسی کنیم یک نیم نگاهی که ببینیم در این مدتی که ما نبودیم چه اتفاقات خاصی افتاد. با ما همراه باشید، دوستتون دارم. بریم ادامه ویدیو رو ببینیم. سلام، ارادت، وقت بخیر دوستان. به مجموعه برداشت یک تحلیلگر خوش اومدید. این مجموعه سال 2017 در بستر تلگرام فعالیت خودش رو در زمینه رمزارزها و بازارهای مالی شروع کرده و تا الانی که بیت کوین رسیده به 119,000 دلار در خدمت شما عزیزان هستیم. از بیت کوین 3500 دلاری، 3000 دلاری، 4000 دلاری، 20000 دلاری، 2021 و همه اینها، از اتریوم قیمت ریالی 1,600,000 تومانی توی این مارکت تحلیل ارائه دادیم. بودیم در اوایل مبتدی، ولی خب به هر حال به مرور سعی کردیم یاد بگیریم و قوی تر بشیم و مطالبی که یاد میگیریم رو معمولا در قالب فایل های تصویری، متنی، آموزشی، تحلیلی توی کانال تلگرامی مجموعه ارائه بدیم. دوستان خب مدتی نبودیم. این غیبت هم دلایل متعدد خاص خودش رو داشت. یکی از اونها رو که در مقدمه ویدیو هم گفتم، راه اندازی یک بیزینس دیگه ای بود که هنوز هم به نتیجه نرسیده. حدوداً 8 ماه وقت من رو گرفته ولی هنوز حتی استارت کار هم نخورده. دوستان اگر شما این مطالبی که دارم ارائه میدم دلیل داره. ببینید اون موقعی که ما این مارکت رو آخرین ویدئویی که ما ضبط کردیم توی مجموعه حدوداً 8 تا 9 ماه پیش بود، حوالی 11 می 2025. اون تاریخ وقتی که ما داشتیم آخرین ویدیو رو ضبط می‌کردیم قیمت بیت کوین حوالی در 11 می حوالی 100,000 دلار داشت معامله میشد، ولی الان داریم میبینیم که قیمت حتی تا ناحیه 122,000 دلار هم بالا رفته. ما هفته ای رو شاهد بودیم که در یک هفته بیت کوین بیش از 35,000 دلار رشد کرد. بیت کوینی که هاروارد معتقد بود 100,000 دلار رو که هیچ، باید منتظر بیت کوین 100 دلاری باشیم، نه 100,000 دلاری. حالا پشیمون شده. بیت کوینی که بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذاری بزرگ، بسیاری از تحلیلگرها مسیرش رو، مسیر بیت کوین رو اشتباه میدونستن، پر ریسک میدونستن و قبول نمی‌کردن که شخصی وارد این مارکت بشه و اینها بیت کوین 1000 دلاری، 2000 دلاری، 10,000 دلاری، 20,000 دلاری رو از دست دادن
و الان ما داریم اخباری رو میشنویم که همین ها دارن بیت کوین $100,000 رو میخرن. بیت کوین رمزارزها به یک مقوله پذیرفته شده مالی در کره زمین تبدیل شده. رمزارزها و بلاکچین، گیم فای، دیفای و همه اینها بازارهای مالی، بازارهای سنتی، بازار بیمه، بانکداری و همه اینها رو متحول کرده. آموزش رو متحول کرده، سرمایه گذاری رو متحول کرده. دوستان یک موقعی میگفتن که اگر بتونید از مارکت ماهیانه 3 تا 5% سود بگیرید هنرمند هستید. ولی الان مارکت کریپتو اگر شما خوب کار کنید، خوب کار کردن به معنای این نیست که شما امروز این ویدیو رو ببینید، جوگیر بشید، برید یک دوره آموزشی 10 جلسه 10 ساعته ببینید و تصمیم بگیرید پول بیارید توی این مارکت و پول بار کنید. نه، باید ضرر بدید، باید تمرین کنید، اذیت داره، بالا پایین داره، به اشتباهات خودتون به مرور پی ببرید و اینها باعث میشه در بلند مدت شما رشد کنید. آخرین ویدئویی که ما آپلود کردیم در اون حوالی اتریوم تو ناحیه قیمتی $2,400 داشت معامله میشد و الان داره $4,420 معامله میشه. دوستان، بسیاری از رمزارزهای دیگر رو ما شاهد بودیم که رشد قیمتی خوبی رو تجربه کردن، ولی در نهایت در کل این 8 ماه بیشترین بردی که توی بازار بوده بیت کوین و اتریوم بوده و بقیه رمزارزها بوده، ولی خب از شاخص ها، از بزرگان مارکت این دوتا بودن که فوق العاده خوش درخشیدن. اگر شما این فرصت ها رو از دست دادید جای نگرانی نیست. ما خودمون هم نتونستیم بیت کوین $3,500 بخریم. ما خودمون هم نتونستیم دوج کوین با قیمت مثلا اون موقع نگه داریم. من خودم جزء اون دست آدم هایی بودم که اتریوم رو خریدم 1,600,000 تومان، ولی وقتی 2,200,000 تومان شد فکر کردم من سودم از این مارکت گرفتم دیگه، بسمه و اومدم بیرون. حالا اگر شما این فرصت های سرمایه گذاری خوب و بکر رو از دست دادید، به نظر من جای ناراحتی نیست، چون بازار پر است از این فرصت ها. من قبلا در یک پست تحلیلی توی کانال تلگرامی راجع به بیت کوین نوشتم که برخی از نواحی قیمتی توی بیت کوین، مثلا تو نواحی $70,000 و $90,000 و پایینتر و اینها وجود داره که ما انتظار داشتیم که قیمت بیت کوین وقتی اصلاح میکنه به این نواحی برسه و نرسید و برگشت رفت به سمت بالا. ولی من معتقد هستم در آینده این قیمت ها رو دوباره خواهیم دید، قیمت های نواحی $90,000 $80,000 و حتی کمتر. دوستان، این چیزی که من میگم این چیز تازگی نداره. مارکت قرار نیست با کسی شوخی کنه، تعارف کنه. اگه شما تو ناحیه بدی وارد معامله بشید، نه تنها چیزی آیدتون نمیشه که 100% ضرر هم خواهید کرد. آقا سند کجا؟ سند اینجاست. سند در سال 2021 شما میبینید که بیت کوین ATH زده و حوالی $60,000 $65,000 داره معامله میشه و ناگهان چرخه مارکت عوض میشه و روند نزولی میشه و مطمئن هستم که توی این نواحی عده‌ای بودن که 100% منتظر بیت کوین $100,000 هم بودند، ولی مارکت اونها رو غافلگیر کرد و تا اینجا ریزشی شد، تا نواحی $15,000 قیمت بیت کوین اومد پایین. تک تک این کندله ها من یادمه، چون تک تک این روزها رو من داشتم تحلیل می‌ذاشتم توی کانال تلگرامی، داشتیم میدیدیم این روزها رو. این روزها برای ما خاطره شده. پس احتمال این که این روزها تکرار بشه دور از ذهن نیست. دوستان، خودتون رو برای هر شرایطی آماده کنید. جوگیر نشی بری قرض کنی بیای سرمایه گذاری کنی روی اتریوم، بیچاره میکنی خودت لا کسی که بهت پول داده رو. اصلا همچین کاری نکن. دوستان، نمیخوام فایل این ویدیو طولانی بشه، با ما همراه باشید. اگر مجموعه رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. اینجا مجموعه برای فروش پکیج و
رازهای سرمایه‌گذاری مخفی و کانال VIP اینها نیست. ما یک سری مطالب برآمده از دل بازار رو میخوایم ارائه بدیم، تجربیات خودمون رو میخوایم ارائه بدیم و اگر مطالبی توی این مسیر یاد میگیریم میخوایم اون رو منتقل کنیم و تجربه خودمون رو در این دنیای امروزی به اشتراک بذاریم با بقیه هموطنان و بینندگانی که میخوان یک چیزی رو یاد بگیرن ولی چه بسا مسائل مالی یا هر بحثی دیگه اجازه نمیده. ما آموزش‌های متعددی در پیش داریم، آموزش تحلیل تکنیکال، آموزش بازار رمز ارزها، آموزش سرمایه‌گذاری‌های مختلف و همه اینها رو ارائه خواهیم داد انشالله. با ما همراه باشید. دوستتون دارم. خدا نگهدار.